خیلی رازها هست که تو ازش بیخبری و میخوای سر در بیاری، پس رد نکن تا بهت بگم. ببین اینجا رو نگاه کن، یه مسئله قانونی داری، یه کار قانونی داری که باید انجام بدی. حالا شکایتی کردی یا یه مرد قانون هست که گفته که کمکت میکنم، قدم هایی رو برات برداشته ولی نتونسته برات کار انجام بده. ولی دارم میبینم که این مسئله توی 2 مرحله حل میشه، مخصوصا اگه پولی هست که به منتظرش هستی که اون پول رو به دست بیاره. تا 2 زمان دیگه 2 تا پول توی 2 مرحله به دستت میرسه که خودت شوکه میشی و 100% این پول به دستت میرسه. زیر سقف خونه یک دعایی رو پیدا کردی، خیلی ناراحت شدی، رفتی یک قدم برداشتی، دعا رو باطل کردی، دعا باطل شده، خودت هم اینو داری حس میکنی، ولی من میبینم که هنوز منبع درآمدت توش سنگینی افتاده، اون حل نشده. دارم میبینم که یک راه دیگه ای رو میری که این دعا رو جای دیگه پیش دعانویس دیگه باطل میکنی. یک پیشنهاد احساسی جدید داری، شخصی وارد زندگیت شده، ازش درخواستی میخوای بکنی، درخواست مالی، که این کارو نکن، چون این وقتی که بهش بگی حرفی میزنه که شوکه میشی خودت، یا اینکه به اون بگی اون شوکه میشه. خلاصه این اون شخصی نیست که اگه میخوای از نظر مالی حمایتت کنه، این اون شخص نیست. لایک کن و کد 717 فرشتگان رو برای رسیدن به حاجت قلبیت کامنت کن.